سلام. خب این ویدیو مقدمه است قبل از اینکه پروژه اصلی بهتون نشون بدم. بالاخره بعد از این همه درکشیدن، این همه سختی، پیر شدن تو فیلی پاکیری و پریدن پروژه تو گوشی مزخرفم، نجات پیدا کردم توسط اون شاید جذاب ترین چیزی بود که تو کل عمرم دیدم. چرا انقدر سخته؟ خب من یه قلم نوری تبله گرفتم خب و نمیتونم بگم مدلش چیه چون اسپانسرم نشدن. فکر کردی کدوم خرید؟ از اونجایی که مدل ساده و ارزون تر خریدم اونقدرم عالی نیست، احتمالا همینه، فقط سرعت انیمیت کردن باهاش از گوشی کمتره. پس فعلا این میشه رفیق شفیقم. اسمشو میزنم یون. شایدم یون. پسر ببینم گفته که اسپانسر خفه. همونطور که گفتم این ویدیو مقدمه است. یادتون نره که به نظرسنجی ویدیو بعدی رای بدین. مرسی بابت صد برون. یه همه خوشتی یه جا نگیده خوشتی